پناه سب خزانه پروردگار هممون به مراد و مقصد ما رسونه خداوند گناهی کردگی مون ببخشه پروردگار سرمون در پیش یگام نامر خم نکنه خداوند کریم در راه راست هدایت ما کنه خیلی نصیب ان شاء الله کو اکا دوستمون در حج اومدگی دیگه مو خوجی شیدگی دیگه قطیمو گام میزنه نمیزنه گفته چی کردم توکل به خدا اومدم گفتم خیلی کو هیچ خیش یکی ما در یاد رسیدیم و خدا خواستم خوب باور کنی خونه اکا دوستمون نمرات یک قدم دیگه گرفتم باور میکنی. سلام علیکم دوستان عزیز. شرکت موحیدین برای گذشتن گرانیتسا مرحمت مردم غریب با ایمینوی بچه‌ای که در مسکو مترو بود استادیوم آفیسشون اینا رقماشون زنگ بزنیم برای گذشتن گرانیتسا برای آسانی کار شما شرکت موحیدین در خدمت شماست. مرحمت زنگ بزنید. یک کانت از آن رفتار بانو خوبه که خرسان استادی عزیز ما شنیدیم که در فرخار ما مهمانه گفتم یه سر قدم استاد خبر بگیرم زنده باشید. برنامه همه دیگه تنش کارو خوبه. ما بازی را بعد کلگاه خبرداری بودیم من خواستم شما در بهترین اینجا دو جوکر باشن. جای جوکر نباشم. این خونه با فکر خونه بدونید. مرحمت من زیرا یا خودم بودم. رحمت. شما خوشم خشن. شما دینه شما دی زنگ زدی خرسان شده باور که گفتم یک گپ نیست. همین شاگردا که ما رو یاد میکنن ما خرسانی خزن شاگرد هم تو دوست یک دوست شما زنگ زدی ما گفتم دوستی ما مدرسه بگیریم و یک دستخوان پارتی نه تیاری رو دیدم. من این فرخور را توی داشتم شنیدم که شما اجازه گفتم یه سر قدم که استاد خبر بگیریم حاجی زنده باش زنده باش سلامت باشه. مبارک شو سر لباسا رو دیگه کده ایتا اکا میگن که شهر چشم رفتی یا چشم دیگه تکر میکنی با خاطر پیش حاجی بابا اومده و گفته سر رو محکم تو بلای تو همه کار دا عقل میگیرن خنده بزن. ما تو اولاد خونی تام دیدگی ما خیلی یک جوی بدیم توی قبخ راستی گم ما خود دا گاب ندارم وفا بونو زنده باشی زنده باشه خنده کارا ساز عالی هنر به هنری تو به هنر شکر خدا ما سوز خدا کسان هم خدا شکر خدا شکر می پروردگار دیگه هم خیلی نابود چیده رفته خاک دیگه این خیلی زنگ چی حاجی شیده گفتم دیگه خاک دیگه خدا ندیده است این کارو مورا بهترین گرم چه ما حاجی مقصد باید ما الحمدلله همون مسلمان هستیم خلاص بله همون نمازکامونو بخونیم مقصد که کار کنیم که عزت نفس یگان کس نرسیم نه یگان کس مذاق نکنیم بله هم کار گناهش نکنیم ما دیگه کینوی تربیوی میکنیم چوبا نمیکنیم کینوی تربیوی ما گفتیم که کینو فیلم‌های تربیوی صحنه‌های تربیوی سخن‌های تربیوی که یک مقصد ایما خورد یا چی عبرت بگیرم میکنیم چوبا نمیکنیم نفهمیم ان شاء الله خیلی نصیب در آینده یگان پلان نداره خاطر به یگان کلیپ کنی شما چیزای خوبی خاطر ما برای مخلصا میکنیم چون منم بسیار سوال میتونم که مقصد دیگه نمیکنین شما یگان چی چی گپا مردم خودشون میبوفن نباشه من راستی گپ یگان گپ پس تو بان خموزه دیم یگان چی که هر گپ گفتیم برای پیر رو یگان چی گپ زدیم که ما همون دوستیمون پا برجای با این زنگ زدی باور که خرسان شدیم گفتیم ای شاگردی ما زنگ زدیم سلامت باشه من برام که با ما در تلفنم رفعت شاگرد نوشتگیم گفتیم شاگردم زنگ زده که ولی ما خودمون حق استادی نداریم هیچ که شاگرد گفتن نمیتونیم نه چی با بهترین شما با خدا میگه پجام دارم شما سلامت باشه خرسان شدیم دیگه خودت چی کارو برده ای هیچ همه پای کلیپو همه توی معرکه حاضرش در رحمت کلام نه استوریات هم میبینیم یک میبینیم در توی یک میبینیم در خاک میبینیم استوریات بسیار میبینیم ویدیوات هم میبینیم در اینستاگرام خوبه همین صنعتکار کشیدی گپی بد هم میفهمی گپی خوب هم میفهمی همه صنعتکاری اصیل شدن خینه کاری ما همیشه ده کسبی ما همیشه ده با قول اون روزا خوابی ما همیه یا خیلی آدم خواب بیشون کاک بازی های همه کاکشون رو میگیرن بغلشون رو میرن یک شو یک روز در دل یک کوزن هم خیلی میشینن نمیجنبن که همون مقصد هم پرنده نفهمن گفتن خیلی در کوزه هم میستن او خواب بیشون همه اون مرده که یک سوت کم خیلی میستن و بفایده میخیزن میوین خیلی پر هم کاک بازی هستن با دیگه یا خیلی مردم رو میبینی فایده باشن نباشن همین هر یک کس مرد همین خداوند هر یک مرد هر یک زن خداوند در دلش همون کسب میندازه که همون خاطر رفتار میکنن برای همون برادرای که اینا ما رو شینده سن یا برادر ما رو بنوار گرفته است زنده باشین
یکی خوبیه این صنعتکار شدن دکتر شدن بهانه شدن هر یک آدم با نان پختن میتونه اخیر برای بهانه اخیر آدم همین نقض ببینه نان پختن نان هر خیلی کلچوی هر خیلی همین خیلی کسب ما و رفاقت اکنون که ما صنعتکاریم یک کار کردن میگیم ان شاء الله که کارهای میکنیم ما در آینده این وقتش بعد دادیم که چیزهای خاطرمان و نو زمانوی چی گفتی بهترینه اکا جان هم واسط فرزه انشالله بعد خیلی اکا هر چی من آورد یکان تسبیح جای نماز همه وقت آوردگی میدم خریده اکا در خانمه البته تسبیح میتونم جای نماز میتونم که فقط همین این دری ماشین میده تا دور موزه هم دری ماشین بدگی میتونم که دیگه در بالاش نماز بخونیم انشالله خیلی پای قدم که خودت که بفهمی آمین بسم الله الرحمن الرحیم مکام کردن خدا زود کن فیض ابرز نقص سبخ پروردگار هممون به مراد مقصد ممرسونه خداوند گناههای کردگی مون ببخشه پروردگار سرمون در پیش یگام نامر خم نکنه خداوند کریم در راه راست هدایت مان کنه الله اکبر زنده باشه خوش آمدید انا که میگم من ادیم یک ترددی باشم او خودم صد فایز شما بشین زنده باشه من برم تا بسیاری چی میکنن من انسان میکنم کاردیس مراد چاشی چی با دیگه کلیپ نمیکنه ما میخوایم رنگ زنگیری باید چیز دیگه کنه های گفتم نصیب ولی کویت ببینیم شا ای حج اومده دیگه ندیدیم شا امورا گفتم که چی کنیم یکم فکر یکم عقیده یکم کلیپ یکم چیزا که نقص کنیم که مردم باور که دیونام کده کاردیس مراد چوبانه البته که میکنیم ولی یک کس میدونی یک کس نویسته همین قطعی اکا جسمونات خیلی چیزایی چی میکنه اگه سرود هندیس که نکنن میگه هندیس که من خودم میدونم که بچه که هندیس که میکنیم چوبانه خیلی گفت صدا فکر کنم میگم چی کنیم گفتم چند بار پیش تان میام دیگه درست دیگه به ای حج اومدین این سو میدانم میمونیدم گفتم به کم تر وقت بزگره بعد وقفش میکرده بگو که بیا رفته در پای کار فکر خوب کردی نه من وعده میکنم در پیش نمیکنم برادرها که البته صحنه های نو خاطرمان کلیپ فیلم های خوبی خاطرمان که به مثل هندیا به مثل ترکا یک چیزی که کنیم که تربیوی هم باشه و خوب باشه و تماشاباب باشه چی گفتی؟ بهترینه به خدا فکر خوبه ما همه کیرا دامو بسیار می نویسم ما با بسیار بودکو اکای دوست مراد کو اپاجای نتا رنگ زنگیری با یگان چیز دیگه کنم گفتم خیلی نصیب انشالله کو اکای دوست مراد در حج اومدگی دیگه هم خوجی شیدگی یه قطیمو گم میزنن نمیزنن گفتم چی کردم توکل به خدا اومدم گفتم خیلی کو اپای کار شد خیلی مردم دیوونمون کرده انشالله اپای کار میشه میبینیم وای میکنیم نصیب انشالله میبینیم یک چی سالفت کفته ورنی در چی میرخته در دیدی؟ شیرینی رخته شیرینی رخته انشالله همه کار شیرین میشه پای قدم شیرین که دوری انشالله شیرین میشه انشالله همه در دنیا یک چیزی که ما یک چیزی که میکنیم که شیرینک باشه با نمکک باشه بحری مخلص و البته میکنیم چی بانی؟ یک وای میکنیم ورنی با مزایی که اینا خیلی اکای دوست مراد جان دیگه خیلی ناز رفتن اومدن شکر خدا ما همین دعا میکنیم که خداوند بزرگ با خونه زیبا شما رو دعوت کنه آمین زنده باشی خیلی خداوند هر کس اجر میسر نمیکنه نشد و خداوند چند قراست که خداوند اجر میسر گردان به همین خاطر خیلی استاد هم بگیم خطا نمیکنیم برای که شما بهترین انسانه خیلی نصیب انشالله که با اپای کار میشه گرم نیست ای قند افزان افراد ما چخیل در رو رسیدیم تو چخیل من کفتی افتی وقتی که دستور خوب وقت نخونه میدونی چخیل چی نمیرد یا آدم از زن زدم او آدم یا آدم دیگر از زن زدن تاری کراچی عرواش گرده و گرفتن نمیرد دادم گفتم به خوب گانده استاد پشتی یک هستیم که شناخته ایمان مقصد چخیله بچه با تیمبال حاجی از زیارت کنیم گفتیم قند افزان هر کس همی فکر نمیکنه من خرساندم و قند افزان و خدا هم خیلی شما زنده باشیه همه وقت سر بلند باشیه خداوند سر در پیش یگان نامرد خم نباشه تشکر هزار من میندارم من برم تا
آتش بستم نکه روزم ندادی خوردی دیل و جگر ما SMS روی همه که خستم ای خوابم نمیشه این بهانه رایی کن خواستگارا را اول فکری تو یکم و دیگری کارا را فکری اکتا نکن بیایا ای لسیه اپا ایگسم بیما میتیومش نسیه زنگیر نبودو. دوستان عزیز مشورت تv اینا اینستاگرامش اینا یوتیوبش در این رقم‌ها زنگ میزنین تلگرام هم دارم واتساپ هم دارم کسانی که میخوان که ای ترکیه یگام چیز زکاس کنن بورای لیبوسای چیزی که شما زکاس میکنین برادرمون سالای زیاده در ترکیه در استانبول زندگی میکنن کار و فعالیت میکنن تنها شما زنگ بزنین زکاس کنین همه خواهشای شما را برادر ما اجرا میکنن مشورت tv مرحمت در این رقم‌ها زنگ بزنین زنده باشید.